دوستان عزیزم سلام بر شما. خرسندم که دیگر بار خدمتتون میرسم. بنا دارم در مجموعه‌ای که در چند شماره آتی تقدیمتون میشه به داستان فوتبال ایرانی بپردازم با عنوان ما و توپ. توپ برای ما خاطره بود و خاطره شد و خاطره خواهد ماند. تا پیش از ورود توپ و آشنا شدن پای ایرانیان با این توپ گرد، ایرانی‌ها هم ورزش‌های خودشون رو داشتن. کشتی چوخه، چوگان، کشتی پهلوانی، انواع رقص چوب در محلات مختلف ایران در تمامی نواحی. در کشتی پهلوانی که ورزش باستانی نام گرفته، هر کدوم از ابزارها نشانه ای از رزماوری بودند. تخت شنا نشانه غلاف، سنگ نشانه سپر، میلها نشانه گرز و کباده نشانه کمان بود و آماده می شدند برای دفاع از سرزمین. اما داستان فوتبال داستان دیگری است. فوتبال از جنوب وارد ایران شد توسط انگلیسی ها و ما وقتی با توپ آشنا شدیم هرگز اون را رها نکردیم. گمان می رود فوتبال ایرانی برای ایرانی ها یک خاطره عمیق باشه، به پهنای همه ایران و به ژرفای همه کوچه پس کوچه هایی که توپ پلاستیکی رو تکلایی و دولایی تجربه کردن، گل کوچیک درست کردن، سنگ چیدن، بازی کردن، غم‌ها و شادی‌ها، خاطرهای تلخ و شیرین، مهربانی و نامهربانی، همه اینها با فوتبال آمیخته است. چه روزهایی که درخشیدیم و چه روزهایی که به واسطه شکست سر شرم فرو افکندیم. چه روزهایی که در صدر جای گرفتیم و چه روزهایی که بعد انقلاب با بی‌مهری مواجه شدیم. و به هر حال اینها همه تاریخ ماست. دوست دارم که در ادامه وقتی ویدیوها رو میبینید با نقد و نظرتون منو کمک کنید و یاری هم برسونید. اگر از مجموعه ویدیوهای کانال اکنون خوشتون اومده و اونها رو پسندیدید، به دوستان خودتون هم لطف کنید معرفی کنید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه و زنگوله پایین رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی کانال اکنون هم مطلع بشید. متشکرم. اکنون به ایستگاه فوتبال رسید. قصه ما و توپ و رویای چرخش توپ زیر پای ایرانیان یا بالای سرشان. از روزی که فوتبال در این کشور جان گرفت تا به امروز که بخشی از هویت جمعی ایرانیان شده، چیزی بیش از 1.5 قرن می‌گذرد. از روزی که اصفهانی ها شاهد بازی فوتبال غیر ایرانیان در حضور ظل‌السلطان بودند و مهر فوتبال بر دلشان نشست، تا روزی که کارگران نفت مسجد سلیمان آبادان در گرمای جنوب به مصاف انگلیسی های صنعتی رفتند و برای تماشای آن از هر سو مردم بدانجا روانه شدند، تا روزی که پرویز قلیچخانی کاپ قهرمانی آسیا را در دستان خود لمس کرد و رویای ایرانی را بالای سر برد، دیر زمانی نمی‌گذرد. از روزی که ایران فصلی دیگر از نوسازی تجربه کرد. ورزش و به خصوص فوتبال با هدف ایجاد تغییرات فرهنگی در آموزشگاه‌ها و مدارس جان گرفت. بعد از شهریور 20 با تولد تیم‌های دارایی و شاهین و دوچرخه سواران و شاهین آبادان و اصفهان و دیگر تیم‌های گیلانی و آذربایجانی و خراسانی و گردش توپ‌های پلاستیکی در کوچه‌ها و خیابان‌ها، فوتبال جان می‌گرفت و به بخشی از سرگرمی ایرانیان تبدیل می‌شد. در همه این دوره‌ها فریاد تماشاچیان فوتبال فراتر از سرگرمی‌های ورزشی جای لب گشودن‌های سیاسی را نیز گرفت. هرچه بود توسعه کشور سرعت گرفت و گردش توپ زیر پای فوتبالیست ایرانی بیشتر چرخید و چرخید و چرخید، گاهی لبخند و گاهی قصه بر چهره ایرانیان نشاند. انگار رویای ایرانیان با چرخش توپ سر به آسمان می‌سایید و گاه از شرم سر فرو می‌افکند و در آن خلاصه می‌شد. رویای شیرین بازی‌های محلی، تیم‌های باشگاهی، بازی‌های بین‌المللی تا تلخی محرومیت‌ها و حتی انحلال تیم‌های نامآوری چون شاهین. ملت ما این چرخش را هزاران بار دیده و دیده و دیده. این روزها 19مین هماوردجویی فوتبال آسیا در راه است. قصه جام ملت‌ها که می‌شود، کریهای باشگاهی تبدیل به وحدت ملی می‌شود و همه
میخکوب چشم در تلویزیون و امید به پای هممیهنشان دارند تا گلی را بر دروازه‌ای بنشاند. از 1956 یعنی 1335 شمسی که اولین دوره جام آسیا به میزبانی هنگ کنگ شکل گرفت تا به امروز که قطر میزبان 19 آن است، رؤیای ایرانی پا به توپ فوتبال چرخیده، توسعه را آرزو کرده و به امروزی رسیده که اینجا هستیم. گویی توپ با حافظه جمعی ما چرخیده و چرخش ایام را دیده و با ما گریسته و گاه شادی کرده. قهرمانی 3 دوره از این مسابقات که از آخرین قهرمانیش نزدیک به نیم قرن می‌گذرد. خاطر جمعی ما نخستین قهرمانی را در اولین دوره میزبانی ایران از این جام به یاد دارد. خاطر جمعی ما هتریک علی جباری در نیمه نهایی 1972 تایلند را به خاطر دارد. خاطر جمعی ما گل زیبای حسن روشن به عراق را در بازی‌های 1974 تهران به خاطر دارد. خاطره جمعی ما آخرین قهرمانی ما در این جام را با ضربه آزاد علی پروین در ورزشگاه بزرگ آزادی به یاد دارد. روزی که پرویز قلیچخانی به عنوان کاپیتان 3مین قهرمانی را بالای سر خود گرفت و بر فراز قله آسیا ایستاد، گویی رؤیای تماشاچی اصفهانی و خاطره کارگر مسجد سلیمانی را با خود به قله آسیا برده بود و هورایی از جان خسته ایرانی به هوا پرتاب شد، هورایی آمیخته با اشک و لبخند. آری این است که ما رؤیای خود را در گردش توپ دیده ایم. توپ برای ما فقط سرگرمی نیست، خیلی از چیزهاست. در ادامه این مجموعه من به سیر تحول فوتبال در جامعه ایرانی اشاره خواهم کرد. اگر این مجموعه را میپسندید از من حمایت کنید تا کار به سرانجام برسه. با سابسکرایب و لایک خودتون و زدن اون زنگوله از ویدیوهای بعدی کانال اکنون نیز مطلع شوید. متشکرم.